سلام دوستای عزیز، ساراستم و بسیار خوشحال هستم که شما را دارم همراه خود. خدا کنه که این ویدیو یک ویدیوی جالب براتون باشه و شما تا آخر ویدیو با ما باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد معرفی راگ جنجوتی می باشه. دوستای عزیز، همونطور که کل ما در جویان هستیم، ما فعلا مصروف تات کماج هستیم و ما میخوایم که دو راگ در تات کماج یاد بگیریم که ما راگ کماج خودش چند وقت پیش یاد گرفتیم و چند آهنگ در راگ کماج همچنان تمرین کردیم و یاد گرفتیم. حالا میخوایم امروز که یک راگ دیگه به نام راگ جنجوتی در راگ کماج تمرین کنیم و بشناسیم. دوستای عزیز، من فقط یک آهنگ در راگ جنجوتی میشناسم، در آهنگ دلیل به حساب که او را ما توسط هیچ کدام هنرمند افغانی ما نشنیدیم، فقط آهنگ مهدی حسن عزیز است که ما از او شنیدیم. نمیفهم که آهنگ اصلا از کی است، منتها مقدر میفهم که کمپوزیتورش استاد خیال می باشه و ما از استاد مهدی حسن عزیز و همچنان دیگه هنرمندایی که از افغانستان نیستن شنیدیم، اما از هنرمند داخل افغانستان من نشنیدیم. دوستای عزیز، اگر شما شنیدین لطفا لینک آهنگ همچنان پست کنین که من بشنوم و ببینم. و ما به می خاطر مخصوص به می آهنگ میخوایم که راگ جنجوتی رو امروز آموزش بدم. خدا کنه که مورد علاقه شما قرار بگیره. راگ جنجوتی دوستای عزیز گفتم که مربوط تات کماج است و در آروی راگ جنجوتی گه و نی ما خوانده نمیشه در آرو و در اورو نی ما کامل از دیگه تمام نوتا شده است. یعنی تات کماج قسمی بود که تنها نوت نی ما کامل بود و دیگه تمام نوتا شد بودن. در راگ جنجوتی نی ما کامل است، ولی در آرو امونی کامل هم استفاده نمیشه و همچنان گام استفاده نمیشه، ولی در اورو امو 7 نوت ما استفاده میشه که تمام نوتای شده است و نوت نی ما نوت فلت یا کامل می باشه. پس جاتیش شدف سمپورن است. یعنی جاتی چی بود؟ جاتی همو کلکتیو نوتای یک راگ است. یعنی از چقدر نوت یک راگ تشکیل شده همو کلکتیوش به نام جاتی یاد میکنن که هدف 5 مانومتر و سمپورن هم 7 مانومتر. دوستای عزیز، اصلا ما چرا راگ یاد بگیریم؟ دوستای عزیز، ما زیادی را تکرار کردیم ولی باز هم میخوایم تکرار کنیم، چرا بعضی دوستای ما هنوز هم سوال میکنن. دوستای عزیز، راگ یک ملودی است، یک ملودی تعیین شده است که توسط موسیقیدانای هند تعیین شده، برش یک احساس داده شده و یک ملودی است که تعیین شده که اینما تو باید این ملودی را بخوانین. این حال برای ما او تیار است، ما میتونیم که از او مثلا آهنگ جور کنیم یا اگر ما تمرین صدا را داشته باشیم، یعنی وقتی که ما امی راگ ها را تمرین میکنیم صدای ما ملیدیوس میشه، یعنی صدای ما زیبا میشه، آماده میشیم برای اینکه ما بتونیم که آهنگ بخوانیم. و همچنان راگ خوبیشی است که وقتی که یک آهنگ در اون راگ جور میشده باشه، اگر ما راگ بفهمیم، قانونش رو بفهمیم، امو رقمی که به مو راگ جور شده ما امو رقم میخوانیم، یعنی به مو احساسی که از ما توقع میداشته باشه، کمپوزیتورش یعنی توقع میداشته باشه، ما به مو توقع امو کمپوزیتور امو آهنگ میتونیم که بخوانیم و یا کوشش میکنیم که بخوانیم اگر راگ شما بفهمیم. دوستای عزیز، از اون خاطر فهمیدن راگ مهم است. دوستای عزیز، و در راگ جنجوتی سوری که زیاد مهم است و زیاد استفاده میشه گندار و یا گه است و سوری که بعد از گندار زیادتر استفاده میشه او سور ده می باشه. دوستای عزیز، که در این قسمت نظرهای زد و نقیص وجود داره. بعضی ها میگن که سور وادیش سور پسته، بخاطر از اینکه میگن در آروخ و گه استفاده نمیشه، پس چطور میتونه که گه باشه؟ و میگن که سور وادیش پس، سور سم وادیش سه است. مالی ما قسم میخوانیم که وادی رو گه خوانیم و سم وادی رو ده خوانیم. دوستای عزیز، و امی آهنگ
که ما سرش تمرین میکنیم و از مهدی حسن عزیز است که خدا تو را به غم شوخ مبتلا نکند. این آهنگ هم قسم جور شده که وادیش گست و سم وادیش دست. دوستای عزیز، تایمی که این راک سر آدم زیاد تاثیر میکنه و این را همچنان موسیقی دانای هند تعیین کردن، از زمان 9 شب تا 12 شب می باشه. هر وقت میتونه تاثیر کنه، اما در این زمان میگن که اثر از این بالای روان انسان به اندازه زیاد است. این راگ مربوط راگ کلاسیک نمی باشه دوستای عزیز. آهنگای سیم کلاسیک در این راگ جور میشه. راگی که زیادتر برای شباهت داره که بسیاری وقتا آدم میتونه که غلط کنه، راگ کامبوتی می باشه دوستای عزیز، که زیادتر برای شباهت می داشته باشه و به خاطر از مقبولی در این راگ همچنان بعضی وقتا کومل گم استفاده میشه. دوستای عزیز، میریم ما آروی راگ جنجوتی را افروش و پکرش میبینیم. دوستای عزیز، پکر چی است؟ پکر یک راگ بسیار خلاصه و کوتاه تشریح میکنه. یعنی چی؟ یعنی که برای ما میگه که امی راگ چی رقم احساس داره و چی رقم باید از نوت ها چطور پالوی یک دیگه قرار بگیره، کدام نوت از سر کدام نوت بلخشه، در کدام نوت افکت داده شود. این موضوعات برای ما تشریح میکنه و اکثرا پکر یک راگ در شروع آهنگ خوانده میشه یعنی به خاطر از این هوای آهنگ در گوش شنونده جمع شوه و جالب شوه و توجه رو جلب کنه. خب ما میخوایم که این راگ از این اسکیل سی بخوانیم. در راگ جنجوتی در آروش گاونی گفتیم که فرجیتاسیایی که خواندن نمیشه. سری من پکر در سر مگه سرینی در سر خدا تو را به غم شوخ مبتلا نکنم، اسیر پنجه اندوه و غم شما نکنم، خدا تو را به غم شوخ مبتلا که باز بخیر در ویدیو بعدی سری آهنگ کار میکنیم.